سیمینار قضایی 10 روزه برای 104 تن قضات، مفتیان و محررین محاکم ولایت لوگر و خوست در تالار ریاست تعلیمات قضایی ستر محکمه امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید. محترم مولوی عبدالغفار بهر رئیس عمومی محکمه مرافعه ولایت قندهار با همراهی رؤسای دواوین محکمه مرافعه این ولایت از محکمه ابتدایی شهری و تمام دواوین آن بازدید به عمل آوردند. بر اساس هدایت مقام محترم ستر محکمه و محترم مفتی محمد ابراهیم جان ابوالحفاظ رئیس عمومی تفتیش قضایی، هیئت متشکل از مولوی روز محمد زمیل، مولوی سیف الرحمن زاکر و مولوی ضیاءالرحمن عاصم، اعضای قضایی ریاست تفتیش برای بررسی فعالیت‌های گذشته محاکم ولایت پروان با آن ولایت سفر کردند. هیئت قضایی 4 نفری دیوان عمومی جزای تمیز مرکز تحت ریاست محترم مفتی عتیق الله درویش رئیس عمومی دیوان جزای تمیز مرکز ستر محکمه برای بررسی پرونده‌های مربوط به امور جنایی و جزایی به 4 ولایت کشور بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب سفر نمودند. یوم سه‌شنبه مورخ 1/1/1402 هجری شمسی طی یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، هیئت عالی‌رتبه ستر محکمه متشکل از رئیس عمومی تدقیق و مطالعات محترم مفتی حزب الله ابراهیمی، رئیس ارتباط خارجه عامه و مطبوعات محترم مولوی عبدالرحیم راشد، معاون عمومی ریاست دارالانشا محترم مفتی روح الله حقانی و سایر مسئولین اشتراک داشتند و درباره روند توزیع قباله‌های شرعی جدید در کشور در یک کنفرانس خبری اطلاعات را با رسانه‌ها شریک نمودند.